بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه عزیزان. وقتی ما دیوان یک شاعری رو ورق میزنیم، مطالعه میکنیم، در واقع با انبوهی از کلمات مواجهیم. درست؟ عرضم این است که همونطور که ما وقتی در جامعه هستیم با افراد و اشخاص روبرو میشیم، ابتدا با کالبد اونها طرفیم، یعنی با جسم اونها، به قول خارجکی ها فیس تو فیس باید دیدار کنید، چهره به چهره ببینیش، تا پس از آن بتونی که چکار کنی؟ پس از اون بتونی به اندیشه او، به فکر او یا راه پیدا کنی یا نتونی راه پیدا کنی دیگه، بالاخره یکی این دوست. در شعر هم همینه. وقتی ما مثلا یک شعری رو میخونیم، غزلی، قصیده‌ای رو میخونیم، ابتدا باید کلمات رو بشناسیم، اون کالبد رو بشناسیم، ببینیم، تا بتونیم به اون اندیشه راه پیدا کنیم، یعنی لفظ رو دریابیم که بتونیم به معنا برسیم. درست؟ حالا این رو من میخوام تو قالب یک بیت از جناب صاحب تبریزی خدمت شما عرض کنم. یه بیتی داره در یکی از غزل‌ها که میفرماید که در دیده ما جوهریان خط یاقوت، در دیده ما جوهریان خط یاقوت، جز مشق جنون هر چه بود پای کلاغ است. خب سوال مطرح میشه، آقا جوهری چه ربطی به خط داره؟ به یاقوت ربط داره، ربطش به خط چیه؟ پای کلاغ چه ربطی به یاقوت داره؟ پای کلاغ چه ربطی به جوهری داره؟ پای کلاغ چه ربطی به خط داره؟ اینا سواله. الظاهر ربطی نداره، ولی با کمی دقت، با کمی تأمل میشه این ربط رو پیدا کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول کلام که جوهریان. جوهریان جمع جوهری است. حالا جوهری چیست؟ جوهری همون گوهری است که در عرب راه پیدا کرده و گاف تبدیل شده به جیم و شده جوهری. گوهری کیست؟ گوهری کسی است که گوهر رو میشناسه، در واقع گوهرشناسه، گوهر فروشه در واقع، و میتونه تشخیص بده که سره از ناسره چیست در جواهرات، در گوهرها. خب گوهر وقتی به سخن عرب راه پیدا کرده شده جوهر، و این رو شما میدونید که وقتی کلمه ای از فارسی به عربی راه پیدا میکنه، عرب دیگه تمام پتانسیل اون کلمه رو استفاده میکنه، بهش رحم نمیکنه، یعنی در تمام بابها میبرتش و رسش رو میکشه، شیره جون اون کلمه رو میکشه. عرض کردیم تو ویدیوی قبلی، گفتیم مثلا مثل کلمه تاج، خب صرفش کردن و ازش فعل ساختن، فعل هم ساختن. جوهر هم همینجوریه، گوهر هم همینجوریه، راه پیدا کرده به عربی، تبدیل شده به جوهر، و عرب بنابر استعداد زبانی که داره جوهر رو جمع بسته شده جواهر، و ما باز دوباره از عرب وام گرفتیم، جواهر رو وام گرفتیم، خودمون دوباره جمع بستیم کردیمش جواهرات. یعنی وقتی ما مثلا میگیم جواهر در زبان فارسی منظور یک گوهره، این عجب جواهریه. خب حالا همین جواهر که جمعه، ما دوباره برداشتیم جمع بستیم کردیم جواهرات. غلطه ولی قشنگه. آره استفاده میکنن دیگه، جواهرات خوبه، قشنگه. بهش میگن غلط مصطلح، دستش نمیزنن دیگه، میگن بذار استفاده کنیم، قشنگه، خوبه. خب پس معلوم شد که جوهری همون گوهری است. خیلی خوب. صاحب میفرماید که در دیده ما جوهریان خط یاقوت. خط یاقوت چیه؟ یاقوت
جزو احجار کریمه است، از سنگ‌های گرانبهاست، خط داره؟ نه. خودش به خودی خود خط داره؟ اگه چیزی روش ننویسن؟ نه. یاقوت خط نداره. خب پس خط یاقوت چیست؟ خط یاقوت آخرین طاغوت از طواغیت سلسله منحوس بنی العباس شخصی بوده به نام مستعصم که خودش رو المستعصم بالله نامیده بوده که آخرین پادشاه این سلسله است، آخرین طاغوت این سلسله است. او غلامی رو خریداری میکنه که اون غلام بهش خدمت کنه. اسم اون غلام این بوده، یاقوت ابن عبدالله. چون در ناصیه او و در ذات او درباریان استعدادی یافتن، مستعصم او رو سپرد به کی؟ به صفی‌الدین ارموی. صفی‌الدین ارموی هنرمند بوده، در واقع هم شعر میدونسته، هم در عروض خیلی توانا بوده، هم موسیقیدان بوده و اینا. خلاصه میسپرنش به صفی‌الدین ارموی و این آداب هنر رو شروع میکنه یاد گرفتن و به جایی میرسه که از استاد میزنه بالاتر. اسم کاملش با لقب و کنیه اینه، جمال الدین ابوالمجد یاقوت ابن عبدالله مستعصمی. حالا چرا مستعصمی؟ این رو مردم روش نذاشتن که چون تو دوره مستعصم بوده بهش بیان مستعصمی. خودش اصرار داشته که منو مستعصمی صدا کنید. چرا؟ در گذشته هر کسی که مورد حمایت قرار می گرفته، هنرمندی که مورد حمایت قرار می گرفته از طرف شخصی، اون هنرمند تخلصی که وقتی میخواسته واسه خودش یا پسوند فامیلی که واسه خودش میخواسته انتخاب کنه، از اسم اون بابا می گرفته، از اسم اون حامی می گرفته. مثلا در سعدی هم ما داریم دیگه، حامی سعدی کی بوده؟ ابوبکر ابن سعد زنگی. تخلص سعدی از ابوبکر ابن سعد زنگی است. در واقع از شدت علاقه‌ای که به او داشته تخلصش رو سعدی میگذاره. بسیار خوب. خب یاقوت ابن عبدالله مستعصمی، او البته بگم در خط ثلث مهارت داشته. یاقوت در خط ثلث مهارت داشته. وقتی دیگه به مسند نشست و در دربار جاگیر شد، عرض کنم خدمتتون که دیگه خودش رو وقف خط کرد. خیلی خوش خط بوده تا جایی که بهش گفتن قبلة الکتاب، یعنی قبله نگارندگان، قبله نویسندگان. پیروانی هم پیدا کرد و نقله که از اون موقع که در دربار دیگه مستقر شد، روزی 2 جزء قرآن رو کتابت میکرده و در ماه در واقع در هر 30 روز 2 مجلد از مصحف شریف رو کتابت میکرده و در انتهای هر قرآن هم مینوشته که این چندمین قرآنی است که دارم مینویسم و نوشتم و تمام کردم. در گذشته علی‌الظاهر به خاطر اینکه در شعرهای فارسی استفاده شده، میشه ثابت کرد که قرآن‌هایی به خط یاقوت ابن عبدالله در ایران بوده. امروزه رو من خبر ندارم، شاید باشه، ولی در ترکیه هنوز هست و در برخی کشورها ظاهراً در موزه ها و کتابخانه ها نگهداری میشه. به هر حال خیلی خوش خط بوده و خط خوش رو، اون چه که شبیه خط یاقوت ابن عبدالله بوده، تتبع میکردن پیروانش و مثل اون مینوشتن، بهش میگفتن خط یاقوت. پس خط زیبا رو که منسوب به یاقوت ابن عبدالله میگفتن خط یاقوت. خب تا اینجا مشخص شد. خود کلمه خط هم پتانسیل بالایی داره، میشه راجبش بحث کرد، ولی ما قصدمون این نیست که تو این ویدیو راجب خط، کلمه خط، واژه خط صحبت کنیم. یه مثالی میزنیم ولی این خودش مفصله و ویدیو جداگونه‌ای میخواد، شاید چند ویدیو. مثلا یه مثال میزنیم، خط غبار. مثلا یک خطی بوده در قدیم به نام خط غبار
که امروزی ها کاتبان امروز شاید خط غبار رو خط مستقلی ندونن. چرا؟ چون در نوشتن خط غبار فقط نوک قلم رو اینقدر ریز میکردن که تو کاغذهای کوچیک جا بشه. پس شکسته رو میشه خط غبار نوشت، سلس رو میشه خط غبار نوشت، نستعلیق رو میشه خط غبار نوشت و به هر حال. ولی امروز پیروانی داره. در خط غبار چیست؟ خط غبار نوک قلم رو اینقدر ریز میکردن که بتونن تو کاغذهای کوچیک نامه بنویسن. آیا به خاطر گرانی کاغذ بوده؟ کاغذ گرون بوده، ولی این خط غبار ایجادش مبناش گرانی کاغذ نیست، نبوده. مبنا چی بوده؟ علت این بوده که نامه رو به قدری میخواستن ریز و کوچیک بنویسن که در واقع بشه اون رو به بال کبوتر بست و به مقصد فرستاد. پس خط غبار برای نوشتن نامه‌های کوچیکی بوده، برای بستن به بال کبوتران. و یک اسم دیگه هم داره این خط غبار، بهش میگن خط بال، چون به بال کبوتر میبستن. و جالبه خط غبار رو چون همه نمیتونستن بخونن، کارای رمزآلود مثلا فقط من بدونم و خودت رو با خط غبار مینوشتن، به هم دیگه میفرستادن، مثلا به مقصد میفرستادن. مثلا بیدل میخواد بگه که بین من و معشوقم فقط من میدونم و خودش که چه خبره، میگه خاک ما نامه ها به جانب یار مینویسد ولی به خط غبار. خاک ما نامه ها به جانب یار مینویسد ولی به خط غبار. من فقط ما میدونیم چه خبره، خودمون دوتا. خب مثلا خواجه هم استفاده کرده که طولانی شد ویدئو، ببخشید. خواجه هم استفاده کرده خط غبار رو استفاده کرده که گر دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح وصر خط غباری بنگارم. میگه اگه خاک پاشو پیدا کنم که سرمه چشم میکنم، اگه پیدا کنم سرمه چشمم میکنم. یه چیزی هم داره توی مصرع اول بهش میگن تتابع اضافات، یعنی مضاف مضاف الیه رو هی پشت سر هم آوردن، چند تا کسره رو ا اینجوری آوردن که در قدیم بد میدونستن اینو و میگفتن که قبحه، واسه شاعر خیلی بده که هی پشت سر هم چند تا کسره رو ردیف کنه و اینها. ولی حافظ به زیرکی همین قبح رو تبدیل به حسن کرده. امروزه منتقدین این رو برخی قبح میدونن، برخی حسن میدونن، ولی در شعر خواجه این بیتی که میخوام بهتون بگم نگاه کنین چه حسنی داره. گر دست دهد خاک کف پای نگارم. خب یعنی 3-4 تا کسره رو پشت سر هم ردیف کرده. اون لطیفه‌ای که توش هست، لطیفه ربانی و روحانی که توش هست، معنوی که توش هست، نشون میده به زیرکی داره میگه که من آقا در حالت نزولم، در حالت افتادن و سجده به پای معشوقم. هی داره میاد پایین تر. گر دست دهد خاک کف پای نگارم، یعنی چششو گذاشت زیر پای محبوبش، معشوقش. بر لوح وصر خط غباری بنگارم، سرمه چشم میکنم خاک کف پای معشوق رو. خب کجا بودیم؟ خیلی طول کشید، ببخشین. پس خط عرض میکنم خدمتتون که یاقوت رو دانستیم چه خبره. یاقوت ابن عبدالله شاگرد صفی‌الدین ارموی موسیقیدان بوده و در هنر به درجاتی رسیده در واقع. خب جز مشق جنون هرچه بود پای کلاغ است. پای کلاغ. خط شکسته، این رو هم بگم یاقوت ابن عبدالله در سلس استاد بوده، در خط سلس استاد بوده و زیبا می نوشت. خط شکسته همینطوریش همه نمیتونن بخونن. مثلا یکی میتونه بخونه، یکی میگه این دیگه چیه، من نستعلیق خوشم میاد، خط شکسته رو نمیتونم بخونم. اونگاهی که
اون زمانی که اون وقتی که خط شکسته رو از سر تعجیل می نوشتن، خصوصا این که کاتب بدخط می بوده، اونجا دیگه واویلا می شده، دیگه اصلا نمی شد اون خط شکسته رو خوند. اونگاه می گفتن که این خط پای کلاغه، یعنی انگار کلاغ بهش چنگ زده با پاهاش. یا یه اسم دیگه هم داره این خط، بهش میگفتن پنجه گربه، گفتن انگار گربه چنگول چنگولش کرده مثلا. پس پای کلاغ خط شکسته است که از سر تعجیل نوشته شده باشه. امروزه هم هست دیگه. امروزه مثلا میگن طرف اگه بد خط باشه میگن چیه؟ میگن طرف خطش چیه؟ خطش خرچنگ قورباغه است. یعنی معلوم نیست چیه. آخه یه جانداری داریم واقعا، خرچنگ قورباغه. تکلیفش معلوم نیست. بالاخره بزرگوار خرچنگی، قورباغه‌ای، چی، این مشخص نیست. به خاطر همین خطی که نشه اون رو خوند، وقتی ندونی اون خط چیه، معناش چیه و چی میخواد بگه، مثل همون حیوانه در واقع که معلوم نیست چیه. به خاطر همین منسوب به اون حیوانه، میگن خط چیه؟ خط خرچنگ قورباغه است. به هر حال پس حافظ میفرماید که ما خریت کاریم، بلدیم، ما سره رو از ناسره تشخیص میدیم. اگر چیزی غیر از مشق جنون جلو ما بذاری، ما بلدیم. غیر از مشق جنون هر چی جلو ما بذارن پای کلاغه، فایده توش نیست. یه بار دیگه بیت رو میخونیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم انشاءالله که موفق و مؤید باشین. در دیده ما جوهریان خط یاقوت، جز مشق جنون هرچه بود پای کلاغ است. یا علی مدد.